سلام و ارادت. یه روز کاری طلا رو می‌خوایم با هم دنبال بکنیم. همونطور که می‌بینید بازار با این کندل باز میشه، سقف رو میشکنه و با کندل سبزی که خودشو میرسونه به یه ناحیه‌ای که یه ناحیه فوق‌العاده مهمه. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید کندل‌ها دونه دونه دارن بسته میشن. بایرایی که نتونستن عبور کنن بازار میفته دست سلرها و قیمتو خیلی شیک و مجلسی تا پایین ترین جای روز که اینجا باشه میکشونن و کامل اینجا هر کی بای زده بوده رو از سر راه خوش برمیداره، کامل دوباره قیمت برمیگرده، میچرخه، میاد میرسه به این اوپن روز برخورد میکنه و یه باکسی رو اگه دقت کنید توی همین محدوده شروع میکنه به رنج زدن، یه باکسی رو تشکیل میده و شروع میکنه به رنج زدن. ما توی این موقعیت صبر میکنیم چون این فشار رو از کف هم داریم میبینیم، پس احتمالا موقعیت خرید فراهم میشه. خیلی کندل با کندل میریم جلو تا ببینیم چه اتفاقی میفته. همونطوری که میبینید بایرها، حالا یه سلر قوی میاد میزنه اینجا رو، خیلی جالب میشه. ضعف بایر داره میده، ضعف بایر، یه فشار 3 قشنگ به راحتی دوباره میاد این ناحیه کف منو میگیره، جمع میکنه، یه دوجی میزنه، عالی. اینجا رو این فشار اولین کندل از روند برگشتی رو داره نشون میده، دومی حمایت، سومی هم فشار بایرها. پس صبر میکنم توی موقعیت بهتری اگه نقطه ورود مناسبی دیدم در جهت بای پوزیشن بگیرم. پس این نشونه رو دیدم، الان منتظرم فقط ببینم ضعف سلر چی میبینم که بتونم باهاش وارد روند ترید بای بشم. خیلی جالبه، قیمت میاد برخورد میکنه اینجا، ضعف نشون میده، از بالای این انتری نقطه ورود و استابلاس اون مشخصه، خیلی زیبا قیمت کار میکنه و میره تارگت رو به راحتی میزنه.